چند وقت دلم میخواد برگردم به یوتیوب. سلام دوستای گلم، امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشین. ما تعطیلات تابستونیمون دیروز تموم شد. ما دیروز عصر برگشتیم خونه و امروز هم همه رفتن دنبال کار و زندگیشون. شوهرم رفته سر کار، دخترم رو بردم مهد کودک، همونجور که دیدین قبلش پارکم رفتیم. یه دختر 3 ساله چقدر حرف داره، چقدر نظر داره، چقدر هم کار داره. بعد از اون برگشتنی پسرم خیلی ناراحت بود تا اینکه اومدیم خونه. الان گرفته خوابیده دیگه. منم وقت کردم گفتم که این ویدیو رو براتون پر کنم. امیدوارم که این میکروفونم کار کنه، به خاطر اینکه میکروفون اصلیمو نیاوردم، ولی دفعات بعدی وقتی که من میکروفون اصلیمو پیدا کردم امیدوارم که صدا کیفیتش بهتر بشه. این وسط یه اتفاق دیگه هم که افتاده، این که من چند وقت دلم میخواد برگردم به یوتیوب. همونجور که میدونین این کانال یوتیوب و هلوهوش 10 سال پیش من درست کرده بودم تا من و مادرم بشینیم آموزش بافتنی بدیم. از اون موقع 10 سال گذشته، من شهرم عوض شده، مادرم شهرش عوض شده، کنار هم زندگی نمی کنیم. یعنی همون موقع که جدا شدیم دیگه نتونستیم دیگه ویدئوهای بیشتری بگیریم. چند تا من ولاگ گذاشتم ولی خب نتونستم که پشت سر هم بذارم و امیدوارم که این سری هر چند کم ولی بتونم پیوسته این کار رو ادامه بدم. کلاً کار درست کردن ویدیو رو من دوست دارم. کلاً نشستم با شما رو صحبت کردن رو دوست دارم. این باعث شده که خیلی وقته که دارم به این فکر میکنم که به یوتیوب برگردم. همون تمه، همون ولاگه. احتمالاً چون خودم هم قصد دارم که بافتنی بکنم. من تو طول زمستون، پاییز زمستون معمولاً بافتنی میکنم. بازم هر چند کم، چون 2 تا بچه دارم شاید نشه. یعنی ترجیح میدم که بیشتر وقتم رو بچه‌ام بذارم تا بافتنی، ولی خب کماکان دوست دارم که ببافم یه چیزی رو. امیدوارم که با هم دیگه بتونیم بیشتر با هم ببافیم. یعنی تو یوتیوب بتونم بیشتر بذارم چیزایی که میبافم و یا روشایی که میبافم، و چون خوبه که آدم دانشی که داره رو به همه منتقل کنه. به خصوص اینکه وقتی که الگوهای جدید پیدا میکنی و خیلی علاقه‌مند هستی که اون رو انجام بدی و بعد بقیه هم نشون بدی تا اونام بتونن برای خودشون همچین چیزی رو درست کنن. امروز نمیدونم تعریف کردم یا نه، میخوام که درمانگاه هم برم. شما رو هم اگه شد با خودم میبرم، ببینیم چطور میشه. با من همراه باشین. خب بالاخره رسیدم به وسه.
من خوابم برد 1 ساعت، همونجور که گفتم صبح زود بیدار شدم دیگه. بیدار شدم دیگه سریع اومدم تو مسیر. هول و هوش 1 ساعت تایم میبره. از نفس افتادم. انقدر که پسرم به ونگ آشنا نیست توی این 3 ماهی که بوده، تا حالا ما ونگ استفاده نکردیم. تو ماشین بوده، همیشه با ماشین بردیم و اینا. این باعث شده که با اتوبوس بیام و اینم خیلی ناراحت میکنه دیگه. همچین اومدم که نکن. ولی خب باز خوبش این بودش که تازه از خواب بیدار شده بود دیگه. گریه نکرد، منتهاش بیقراری میکرد دیگه که منو بردار، منو نذار اینجا. ببینیم پیش اون خانم پرستاره چیکار میکنه. آبروداری کن، آبروداری. خب آره پیش من هم داره شیر میخواه. این صدا شیر خوردنشه. کلن حس میکنم که مادر بودن کل زندگی منو گرفته. تمام شخصیت تو، رفتار تو، کارات تو، همه رو تحت تاثیر قرار میده. به خصوص که الان 2 تا شدن. من تموم شد کارم تو ببسه. پسرم خوابش برد، یعنی در جا خوابش برد. یه قطره دادم بهش به اضافه 2 تا واکسن دیگه زدم به هر کدوم به یکی از پاهاش. بعد دیگه کلن الان خوابش برده دیگه. بریم دخترمون رو بیاریم. اونم رفته فشکولان، حسابی خسته است ولی لیک پارکن میخواد بره. چرا؟ پلان برنامه این بودش که برم دخترم از مدرسه بگیرم، ولی خب از مهد کودک بگیرم، ولی خب عوض شد به خاطر اینکه شوهرم زنگ زد گفتش که اون میره ورمی داره دیگه. بعد از اونم میخوام برن خرید خونه رو انجام بدن. رو این حساب من دیگه میتونم برم خونه الان ببینم چیکار میتونم بکنم برای پسرم که حالا که واکسن زده زیاد اذیت نشه. نمیخوام خودم رو خسته کنم، نمیخوام کارای خونه کنم. گرچه که صبح یه مقدار تمیز کردم، حالا یه مقدارشو فیلم گرفتم، یه مقدار خیلی کمشو فیلم گرفتم، یه مقدار زیادش مونده. ولی خود دیگه نمیخوام کارامو تموم کنم به خاطر اینکه میخوام سر حال باشم، چون احتمالاً امشب پسرم بیدار بمونه. خود اون خانومه گفتش که بچه تب میکنه، بدنش درد میگیره، پاهاش که واکسن زدن درد میکنه. روی این حساب ببینیم چی میشه دیگه. ممنون که تو این ویدیو همراه هم بودین. بازم ویدیوهای بعدی منو نگاه کنین، بهم انگیزه بدین که ادامه بدیم. خداحافظ.